خب سلام دوستان، چطوری؟ خوش اومد به ویدیو دیگه با وحید دیزاینر ماینکرافت. ببین این خونه که می‌بینید الان اینجا، یه لحظه ویدیو رو رد نکنید. چقدر اینو می‌بینید؟ خونه ساده است درست. قشنگ معلومه یه خونه ساده است. خب میایم اول میریم توش. اینجا یه لحظه این گیر میده، بعد میرسیم اینجا رو میایم پایین، میریم اینجا می‌بینید نه یه دونه چیه مقر زیرش. اینو من کلی زحمت کشیدم، یه روز کامل قشنگ زحمت کشیدم. الان داره بارون میاد، معلوم نمیشه موقعی که بارون نیاد این میتونید اون ورشو ببینید، یعنی تو آب میتونید هر چی دور و بر آب این داره میاد میتونید ببینید. قشنگ یه روز کامل زحمت کشیدم براش، چون وقتی میخواید چیز کنید سخته اینو بخواید آبش تخلیه کنید. اگه خوشتون اومد منو سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو و شیر کنید. ممنون میشم. اگه هم خواستید طرز دوستانه یه خونه همچین گیر آب رو بهتون نشون بدم، این آب دستی نیست که من برام بسافر بگم. خواستید یاد بدم بهتون سابسکرایب فقط داشته باشید دیگه. و نتیجه کار من همینه. این هم زحمت کشیدم. اگه قشنگ شده به کتاب دلتون نره.